قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل، قل بگو ای پیامبر من کان هر کسی که است عدوا دشمن لجبریل برای جبرائیل علیه السلام فانه نزله علی قلبک، جبرائیل کسی است قرآن در قلبت نازل کرده باذن الله با اجازه و حکم الله مصدقا لما بین یدی، در حالی که موافق است قرآن او کتابی که پیش روی ازی است و هدى کامل هدایت است قرآن و بشرا بشارت است خوشخبری است للمؤمنین از برای کسایی که ایمان باور دارند به حقانیت کتاب بر از اونها هدایت و بشارت است. تا آیت 96 گفتیم اثبات عقیده توحید است. بعد از اثبات رسالت سوالاتی که اینا داشتن یهودی الله جواب میگه، سوالات کافرها و مشرکینه. و از اینجا چندین شبهات انتقادا و اعتراضا دارن. یکی درباره جبرائیل، دیگه درباره سلیمان علیه السلام، دیگه درباره نسخه. بسیار سوالات داشتن. الله جواب میگه. سعی کنین در اینجا اینا میگفتن که ما قرآن به این خاطر قبول نداریم، سعی کن بالایشان که قرآن جبرائیل میاره و جبرائیل دشمن پدرای ما تیر شده، چیزی که پدرای ما کلانای کشته. اگر این قرآن میکائیل بیاره یا اسرافیل بیاره دیگه ملائکه باز قبولش داریم. فرمایشی گپ میزنن کافر دیگه با نمیکنن. چرا اسلام قبول نداری؟ این طوره سو طوره میگه اسلام تروریست تربیه میکنه. خشونت است، دین خشونت. دیگه چی است؟ دین حقوق زن قبول نداره، اقتصاد قبول نداره. او بدبخت. حالا تو میگی که خشونت در کفر است یا در اسلام؟ تو بخوانم کو سال نو گفت که 30,000 زن در امریکا تجاوز جنسی شد. 30,000 نه، 30 میلیون. 30 میلیون زن دختر تجاوز شد. تجاوز چرا میگه؟ به زور زنا شد. 30 میلیون. ما شما افغانستان 27-28 میلیون نفوس شد. از نفوس افغانستان کده تجاوزش کرد. این خشونت است علیه زن یا در اسلام خود زن عزت میشه. این که او را به حجابش کرده و طبعا اینجا غریزی جنسیش حرکت میکنه، خیز میزنه، تجاوزش میکنه. از رئیس جمهورش گرفته تا پایین رتبه تجاوز میکنه زنه. رئیس جمهور امریکا زنها را تجاوز کرد تا داخل قصر سفید. بیل کلینتون شوهر هیلری کلینتون، نامای از یامی تو سخت هستیم بیدینا. هیلری کلینتون رئیس دفتر خدا یا سکرتر خدا یک زن یهودی 24 ساله بود. خود از این سنشان از 60 بالا بود. تجاوز جنسی کرد. بهترین زن هم داشت آنها هیلری کلینتون. او را میگفتن این بسیار مقبوله. ولی به زور زنا کرد. این قدر یعنی ظالم خودش رئیس جمهور که آشکارا مردم گیرش کرد. او سرش عریضه کرد. آخر چی میگه؟ ما والا بیگناستم. چرا؟ شراب خورده بودم، نشه شده بودم، نفهمیدم. عذر گناه بدتر از گناه. حال تو بد کردی که شراب خوردی، ظالمی بیدین. شراب خوردم نفهمیدم. از ملت امریکا عفو میخوایم. امی تو کرد در قصر سفید. ملت چی گفت؟ برو بخشیده من. حالی خو مجازات هم نشدی خشونت است یا در اسلام کسی زن تجاوز کنه اگر زندار سنگسار میشه، اگر نیست 100 دوره زده میشه، از حق زن دفاع میشه. در امریکا زن تجاوز کرد که برو بخشیدیم. باز میگه که خشونت علیه زن توبه. یکم تا که کار میکنه و همین ظلم کلان مسلمان به اندازه از اونا نیست. کل زنها را بیچاره را به حجاب کنه، بیرون کنه، تجاوز کنه رئیس. نامش مانده حقوق زن، احترام به زنا. یک روز مانده روز زنا، بیخ زن کشیده، نامش مانده احترام به زنا، روز زنا. بیچاره را ظلم میکنن سر زنا. یا امیطور اسلام ایتو میگن خشونت است. امیطور قیاس که دیگه گپایشانه. آدم نمیکشه، میگه اسلام دین ترور است، میکشه. حال تو یک بم انداختی در ژاپن 1 لک نفر کشتی. تا حال کدام مسلمان دیدی که کتی یک بم 1 لک کشته باشه؟ و با کاش که مراکز نظامی را نزدم، یک شهرش آمد. خب شهر بیروبار مردم، مثل که کسی در مندهی یک بم پرته. شهر کابل مندهی بسیار بیروبار آمد، در مندهی بم انداخت.
خطای اول در لوگر و در غزنی بود، این آورد بم اینجا انداخت که یک بم یک لگ نفر کشت. حال تروریستی است یا اسلام است یا مسلمان؟ ترور چی را میگه؟ مردم بیگناه را کشتن، نه؟ چرا کشتی؟ اونا خدا جنگ نبودن. اینا می تو قیاس کنین. خب کل گپای از اینا دروغ است ظالما. حالیا چی میگن؟ جبرائیل میاره، اگر جبرائیل نمی بود باز قبول میکردیم. الله میگه که جبرائیل به حکم الله میاد، تو به اجازه خود نیست. عذاب هم آورده، او را الله آورده، این فقط پیام میاره. اگر قرآن هم آورده به حکم الله آورده، این مأمور است. قل بگوی پیامبر من کان عدوا لجبریل، هر کسی که دشمن از برای جبرائیل علیه السلام فانه عدو الله، این دشمن الله است. فدو عدو لله، جزایش محذوفه. هر که دشمن جبرائیل دشمن الله است. چرا؟ فانه این دلیل است، زیرا جبرائیل یک کسی است نزله علی قلبک که پایین میکنه قرآن در قلبت. این جبرائیل یک واسطه است در بین الله و بین رسوله. کسی دشمنی با ای بکنه دشمنی با الله کرده. این خود رسول الله است، فرستاده الله است، این الله روان میکنه. جبرائیل قرآن در قلبت نازل میکنه. چه معنا؟ قرآن که نازل میشد حفظ پیامبر سام میشد، به خاطر در گوشش نه. من همیال قرآن در گوشتان میشنوانم، در قلبتان نه. اگر در قلبتان بش داخل کنم کلتان حافظ میشه. یک دفعه قرآن خواندی خلاص عالم هستی. زیرا تو میتونی عین الفاظ انتقال بتی، عین الفاظی که گفتی معنا خدا او هست دیگه. جبرائیل که قرآن یک بار میگفت کلش در حافظه پیامبر ثبت میشد، عین الفاظ جبرائیل پس پیامبر به صحابه اینا میداد تو رو نوشته میکردن. یک معجزه بود قرآن. خب نزولش معجزه است. ما نمیتونیم. هر پروفسور اینجا بیاری گپای خدا در حافظه ما به ثبت رسانده میتونه؟ نه. ولی جبرائیل امیتو میکرد که نازل میکرد، الفاظ حافظه پیامبر سام بود، معنا هم بود، هر دویش. به می خاطر پیامبر سام عین الفاظ انتقال میداد. اگر خودش هم میگفتی که بگی از فکر خود بکو نمیتونست. حدیث و قرآن بسیار باید دیگر فرق داره، کسی که عربی را میفهم. چرا؟ زیرا حدیث کلام پیامبر است، قرآن کلام الله است. لفظ حدیث از خود پیامبر است، قرآن لفظ و معنایش از جانب الله، حدیث معنایش از جانب الله است، لفظش از پیامبر است. کسی که عربی را بفهمه حدیث را بیان کنی که قرآن زمین و آسمان فرق داره، این در نهایت اعجاز است، او نیست. حدیث معجزه نیست. مثل حدیث هر کی میتونه بگه گپ بزنه، مثل الفاظ قرآن بیان کرده نمیتونه، مثل حدیث میتونه. این به این خاطر گفتم یگام کافران انتقاد کرده بودن که قرآن کلام کیست. حالا سوالی کافران رو بگویم. یک کسی گفته بود که قرآن کلام الله است. این گفته بود امکان نداره. گفت قرآن کی می آورد؟ گفت جبرائیل بیان میکرد به پیامبر. بعضی سوره مثلا سوره انعام یک بار آمده، او را که بیان کنی یک ساعت میگیره. یک ساعت گپ گفتی چطور میتونه که این الفاظ انتقال بده؟ اگر میتا خیلی تو اینجا بیشی گفت من 5 دقیقه گپ میزنم، اگر تو همین الفاظ مرا با مو اسپیلش گرامرش انتقال دادی صحیح قبول دارم. بازی آدم گفت والا من شکی شدم، شک پیدا شد. راست میگه. اگر ما گپ دیم کسی این الفاظ گفته نمیتونه. جبرائیل گپ قرآن گفتی چطور این الفاظ انتقال داد؟ از این فهمیده میشه که لفظ قرآن کلام الله نیست، این از انسان است. من گفتم تو شکی شدیم. من گفتم قل من کان عدوا لجبريل فانه نزله على قلبك، نزل به الروح الامین على قلبك. این نزول این گپ ما با او گپ بسیار فرق داره. گفتم زمین است. او در قلب پیامبر می آمد، ما در قلب کسی نه در گوشش میشنوانی. بعضی گپ نمیگیره. یعنی میال بعضی را پرسان کنی بگوی چی درس خواندی یا کمش میگه چرت می. حتی معنا را نمیتونه گفته، لفظ خوبان نه، کل مفهوم هم گرفته نمیتونه. نزول قرآن که جبرائیل میکرد لفظ و معنا را هر دوش میگرفت. الله در قرآن چی میگه؟ لا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى الیک وحی. عجله نکو با قرآن پیش از که وحی تمام شه. یکم دفعه رسول الله صلی میترسه جبرائیل که میگه فیم تیز میگه که یادم نره. الله گفت تو نکو. لا تحرك به لسانك لتعجل به. حرکت نتی زبان تا که عجله کنی. چرا؟ ان علینا جمعه. با بالای ما جمع کردن می الفاظ متلاشی را در سینه‌ت کی جمع میکنه؟ ما جمع میکنه. و بیانه بیانش
فاذا قرأنا فاتبع قرآنه ثم ان علینا بیانه. بیانش هم ما میکنیم، معنایش لفظش هم در قلبت ما جا میکنیم. پس این سوالش وارد نیست، ولی یه ذره این وقت میگیره، خب مجبور شدیم که اگه پشور میتیم مجبور تا اینجا ختمش کنیم. قل من کان، بگوی پیامبر هر کسی دشمن از برای جبرائیل دشمن الله است کافر است. چرا؟ فانه نزل علی قلبک، زیرا جبرائیل کسی که پایین میکنه قرآن در قلب تو، باذن الله، به اجازه الله. اگر عذاب هم بیاره به اجازه الله. مصدقا لما بین یدیه، تصدیق میکند امی کتابی که نازل کرده است، لما بین یدیه، او کتابایی را که پیش روی ازی است. یا جبرائیل هم تصدیق میکنه، موافق است. عقاید دوام توحید بود دیام است، رد شرک دوام بود دیام است، اخلاق دوام بود دیام، بسیار احکام دوام بود، اصول محرمات دیام است. و هدن، دیگه قرآن هدایت است. بشرا، بشارت خوشخبری است، للمؤمنین، بشارت خاص بر جنت و نعمت ها. هدایت چطور؟ یعنی استفاده از هدایت قرآن کی میکنه؟ مؤمنین میکنه، کافر نه. هدایت کامل بر مؤمنین است. کافر فقط راهنمایی میکنه، قبول کرد خوب، نکرد هیچ. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکائیل فإن الله عدو للکافرین. هر کسی باشد دشمن از برای الله و ملائکه و رسولی پیامبرا و جبریل علیه السلام، میکائیل، فإن الله کافر است، پس الله عدو دشمن است از برای کافرا. در اینجا الله رد شدید میکند. هر کسی که دشمنی با الله میکند، با ملائکه و با رسولا میکند، باش قبول میکنه، باشنی بعد ملائکه را قبول داره، باشنی. و جبریل و میکائیل، خصوصا با جبرائیل میکائیل دشمنی میکند، فهو کافر عدو لله، کافر دشمن الله، جزایش محذوف است. فإن الله، ای دلیل است از برای جزای محذوف. چرا؟ زیرا الله عدو للکافرین، دشمن است از برای کافرها. هر کسی که یکی از اولیای الله را دشمنی کند، الله با امرای از دشمنی میکند. حدیث بخاری است که من عادی لی ولیا فقط آذنته بالحرب. هر کسی دشمنی کند با دوستای ما اعلان جنگ به امرایش میتم. رواه البخاری، حدیث بخاری است. خب دوست الله را دشمنی کردی خطرناک. یگام تا دوستای الله هست اینجا نمیشناسه دشمنی میکنه. نه یا کسی را تحقیق نکردی، نشناختی، ردش نکنی، میفهمی ظاهرش مسلمان است، نه ولی از باطنش خبر نداری. کافرها بد گفته میره یک تاره، تو هشدار تحقیق کو. اگر بدون تحقیق جرم و جنایتش برات معلوم نشده دشمنی کردی در حالی که دوست الله است، فقط آذنت بالحرب، با امرای الله جنگ میکنی، جنگ با الله است. یکی سودخوره گفته، یا کسی دشمنی با دوست الله میکنه. همیال ما و شما خو خیر اولیاء الله با درجه بالا نیستیم، چقدر گپای بد میزنن. نه یهود است، اینطور است، وابی است، فلانی است، دشمن الله است، دشمن رسولش است، به تولد پیامبر خوشحال نیست، میلاد تجلیل نمیکنه. نه این خطرناک است. با دوست الله اعلان دشمنی، جنگ با الله است. بسیار مسلمان ها داریم که تمام مسلمان های دنیا را رد میکنه، خودش نگوندی خیر ششته. این طور است، این انگلیس است، این چوچه انگلیس است، این چوچه امریکا است، این چوچه سعودی است، این چوچه ایران است. خود تو چیستی؟ ما بسیار خوب آدم مستم، کل شرط میکنه، خودش زیر لیاف خود خواه است، خود تعریف میکنه. نه زیر لیافت خواه استی، خود تعریف داری. ولقد انزلنا الیک آیات بینات و ما یکفر بها الا الفاسقون. الله میگه کسی که دشمنی با ملائکه الله بکند، این از قرآن هم انکار میکند. بدون شک ما نازل کردیم به تو پیامبر آیات بینات، آیات ها احکام بسیار واضح و روشن را. و ما یکفر بها، کفر نمی کند بها بمی آیات الا الفاسقون، مگر کسای کافر هستند، نافرمان کامل هستند. در اینجا الله میگه ما نازل کردیم به تو پیامبر آیات، آیات های قرآن که در احکام است، مطالب است، عقیده است، عمل است، بینات، روشن واضح است. خصوصا مسئله توحید تو روشن است، واضح است. و ما یکفر بها، کفر نمی کند بها بمی آیات، انکار نمی کند الا الفاسقون، مگر کسایی که کامل فاسق هستند. فاسقا کفر می کنند، آدمای نیک هیچ وقت کفر نمی کنند. تکذیب به قرآن فاسق نافرمان می کند.
او كلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. هر وقت که اینا پیمان میکنن با پیمان میکردن عهد میکردن کی کار میکنیم؟ نبذه فریق منهم، ترک میکرد میشکستان امی پیمان را یک جماعت از یهود. بل اکثرهم لا یؤمنون، بلکه اکثر از اینا ایمان نمیارن، اکثرش کافر است، کمش ایمان میاره. الله متعال در اینجا دیگه قباحت از اینا را بیان میکنن که او چی است؟ او قباحت شانی است که هر وقت که عهد میکنن قرآن قبول میکنیم میخوانیم عهد میشکستانن. عهد شکنی در یهود به درجه بالا وجود داره، ولی حال در مسلمان هم است، اکثرش ایمان نمیاره. این مسلمان هم تعهد کرده بود نه بسیار این تو میکنیم این تو خرابی ها کردن. این صفت یهود در مسلمان ها متاسفانه پیدا شد. مثلا شما همین بزرگان را میدیدین نه؟ گپایشان بود وقتی که مجاهدین جهاد میکردن نه؟ چی میگفتن؟ شعارایشان است. این طور میکنیم، چی کار میکنیم؟ فلسطین آزاد میکنیم. حالا خاک خودت آزاد کو، بسیار گپ ایرام دادن. کورپش های خارجی را قبول نداریم، کورپشه حالا فیلایش هم قبول میکنه، فیلش هم قبول داریم. این کنش تعهدات بود. کورپشش قبول ندارم، فیلایش قبول کنه. حالا یکم تا میگم فیل نکشیم، نه بیش نبرای. او میگه من میرم دیجم کشته شدم مردار وضعم خراب است، میگه نری همیال نمیمانن. خب یعنی او وقت میرن. خودتان میگم این کارهایتان مشکلاتتان حل کنیم ما میریم، میگه نرو بیش همینجا بیش. اگر تو رفتی باز ما وضع ما خراب میشه. دسته که جرم جنایت کنه نه؟ حالکت مجرمین یک جای ششتا. حیات خدا حالا به حیات ازور تو. یا مردی ما هم میمرم، تو هستی ما هم هستی. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. هر وقت که آمد اینا را رسول از جانب الله من عند الله مصدق موافق بود لما معهم به اون کتابی که به همراه از اینا بود. نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب، ترکت یک جماعت از کسایی که به اینا کتاب داده شده بود. چی را ترکت؟ کتاب الله، کتاب الله را وراء ظهورهم در پسرشان انداختند. كأنهم لا يعلمون، گویا که هیچ اینا نمیفهمند. الله دیگه قباحت از اینا را بیان میکنه. رسول محمد آمد از جانب الله مصدق لما معهم، تصدیق میکرد، موافقت میکرد در اصول دین با نبوت موسی علیه السلام. موسی علیه السلام توحید بیان کرد ایام. نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، ترک کرد انداخت یک جماعت کسایی که به اینا کتاب داده شده بود کتاب الله، کتاب الله را وراء ظهورهم در پشت سرشان. و چی بود کتاب الله؟ در اینجا تورات است. تورات پشت سر انداختن، اعراض کردن، بالکل از تورات اعراض کردن. چرا؟ زیرا در تورات صفات نبوت رسول الله صلی الله علیه و بود، اینا انکار کردن. بخاطر تورات انکار کردن که نبوت رسول الله صلی الله علیه و انکار کردن. کأنهم لا یعلمون، گویا که هیچ نمیفهمن. خب یکم تا را میبینی، من یکم جای میرم تو گناه میکنه، من میگم هیچ نمیفهمه، غرق گناه است. میگم تو هم اینجا ششتی بازی تو میکنه. چون باش نی پیش دگاهی تو گپ میزنه، فقط میگه از اسلام هیچ چیزی را نمیفهم. اگر خوب میفهمه این این گناه است ولی میکنه. بعضی دخترها هست میفهمند که این بیجابی حرام است، نه رقص اینا خلط و ملط داخل شده، تو رقص میکنه اینجا قولام لچ است. یک حال تو نمیفهمی که گناه است. میفهمیم چی کنیم؟ روز خوشی است نه؟ یک روز خوشی است نکن، نه یک روز ببینی گناه میکنه. گناه مفت کنه میره، با کاش که با پیسه هم باشه. مفت گناه، مفت این دنیا هم نیست، گناه میکنه. این صفت یهود است. خب که خدا به دیوانگی بزنه، کتاب الله را ماندن گویا که این نمیفهمن. بسیاری تو مردم ها بس. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر
فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون واتبعوا تابعداری کردی یهودیا ما تتلو الشیاطین آنچه که بیان میکرد شیطانا علی ملک سلیمان در پادشاهی سلیمان علیه السلام در زمانه سلیمان علیه السلام. این دو وقت تابعداری شیطانا را کردن. و ما کفر سلیمان کفر نکرده بود سلیمان علیه السلام ولکن الشیاطین کفروا لیکن شیطانا کفر کردن. یعلمون الناس السحر کفرشان چی بود؟ تعلیم میدادن یاد میدادن به مردم جادو را به این خاطر کافر شدن. و ما انزل علی الملکین نازل نشده بود به بالای دو ملائکه به بابل در شهر بابل عراق در موصل است بابل هاروت و ماروت که نام یکیش هاروت بود دیگهش ماروت بود یا ما نازل نکردیم مگر به چی خاطر؟ و ما یعلمان من احد اینا تعلیم نمیدادن هیچ کسی را حتی یقولا تا اینکه میگفتن انما نحن فتنه جز این نیست ما امتحان هستیم فلا تکفر تو کافر نشو فیتعلمون منهما ما یفرقون به بین المرء و زوجی یاد میکردن یهودیان منهما از هاروت و ماروت سحر و جادو ما او جادویی را یفرقون که جدایی میآورد به بمو جادو بین المرء در بین انسان و زوجی خانمش زن از خانم شوهر است خانم جدا میکرد زن از شوهر و ما هم بضارین به من احد الا باذن الله نبودن اینا ضرر رسانده به سحر خدا من احد هیچ کسی را ضرر رسانده نمیتونستن به جادو الا باذن الله مگر به اجازه الله اگر الله میخواست ضرر میومد نمیخواست نه و یتعلمون ما یضرهم ولا ينفعهم یاد میکردن اینا آن سحر را که ضرر برشان میرسانید نفع نمیرسانید علم را یاد میکردن که به ضررشان ولقد علموا در حالی که میفهمیدن لمن اشترا و هر کسی انتخاب کنه سحر و جادو را ما له فی الاخرة من خلاق نیست از برای در آخرت کدام سی میفهمیدن که در جهنم میرن قبول کرده بودن ولبئس ما شروا به انفسهم بد بود آنچه که اینا انتخاب کردن فروختن به اون نفسای خدا نه چی بود تو سحر گرفتن ایمان ماندن کافر شدن بد بود لو کانوا یعلمون کاش که اینا میدانستن یا لو کان اگر میدانستن عاقبت انجام ازیرا که در جهنم خطرناک میروند این کار نمیکنن ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر به شرطی که اینا ایمان میآوردن تقوا میکردن از سحر و شرک لمثوبة و ثوابی که بر از اینا داده میشه من عند الله جانب الله خیر ای بهتر بود لو کانوا یعلمون کاش که اینا حقیقت گپ درک میکردن. الله اینجا واقعی دیگر را بیان میکند. یک سوال دیگه از اینا را در آیت جواب میده. اینا میگفتن ما به این خاطر تو را قبول نداریم که تو سلیمان نبی میگی. سلیمان ساحر بود. حکومتش به سحر و جادو میچلید. از یک طرف سحر رد میکنی جادو را. از دیگر طرف سلیمان را تایید میکنی. اگر سلیمان نبی باشد چرا سحر و جادو میکرد؟ چرا پادشاهیش به سحر میچلید؟ یای تو میگفتن. خب همین پادشاهی ناآشنایی که سلیمان داشت مثلا ما شما میخوانیم در سورة سبا اینجا در تختش میشش سر تخت همه چیز خدا میماند تخت حرکت میکرد دعوا باد به امرش بود جنیات در تحت فرمانش بود پرنده ها را آوازش میشنید. یا میگفتن این پادشاهی ناآشنا این توسط سحر میشد این ساحر بود جادو میکرد مردم تابع کرده بود پرنده ها و یار تختش توسط سحر دعوا میرفت جادو میرفت این که جنیات تابع کرده بود ساحر بود. ساحر تو چطور نبی میگی؟ خب اگر میگی که نبی است این خود سحر کرده یا میگن ساحر هم نبی شده میتونه؟ نه. باز اگر میگی که سحر حرام است باید سلیمان نبی نگو. اگر سحر کفر و حرام میگی سلیمان نبی نگو به خاطری که جادوگر بود. اگر سلیمان نبی میگی سحر بد نگو سحر حرام نگو چرا؟ به خاطر که این ساحر بود میگن این خود سحر میگن از این خاطر ما تو را قبول نداریم.
الله میگه کافران بیدینا. باز اینا میگفتن که کفر میکرد، خودشان میگفتن که ساحر بود سلیمان. قرآن جرات میکنه که سلیمان کفر نکرده. اینا میگن چون که جنیات وقتی که وفات کرد، چی کرده بود سلیمان علیه السلام؟ سیر بند کرده بود، چیزایش آورده بود، در زیر پای خود دفن کرده بود، کسی پیدا نکنه، کتابا و همش. وقتی که وفات کرد جنیات دیده بودن، خب جنیات خطش بود. خب جنیات آمدن از زیر تختش امور کشید، گفت نه. از این فهمیده میشه که خود از ساحر بوده، حکومتش به سحر میچلید. اینا شایع کردن که او سلیمان ما گفتیم نبی بوده، نه خود ساحر بوده. پس اینجا قرآن رد میکنه. حتی در اینجا تاویزگرا رو میبینید، یک کتاب تاویز جور کرده، سحر نوشته کرده نقش سلیمانی. سعی کن. این بیدینا میگن که ساحر بود سلیمان. قرآن میگه که سحر سلیمان علیه سحر مبارزه کرده و تبع تابعداری کردن این یهود ما تتلو الشیاطین، آن چیزی را که میخواند و بیان میکرد شیطانا. او چی است؟ ما تتلو الشیاطین یعنی طرق سحر. شیطانا سحر و جادو را بیان میکرد، شعبده بازی و فی علی ملک سلیمان، یعنی در عهد پادشاهی سلیمان علیه السلام، در زمان سلیمان علیه السلام. و ما کفر سلیمانو، نبود سلیمان علیه السلام ساحر. اینجا الله از سحر تعبیر به کفر میکنه. اصلش است که و ما سحر سلیمان، سلیمان سحر نکرده، ولی چون که سحر کفر است میگه و ما کفر سلیمان، سلیمان کفر نکرده. مفسرین میگه و ما کان ساحرا ولا کفر بتعلمه سحر، کفر هم نکرده که سحر یاد کرده باشه، جادو را یاد کرده باشه. ولکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانا کفر کردن. شیطانا که مردم از سحر یاد میدادن تا کارشان ظاهر شد، اینا کفر کردن. کفر چی؟ یعنی مردم تعلیم سحر میدادن، کافر شدن. سحرو کفرو یعلمون الناس السحر. این الله تعبیر میکنه، این تفسیره. شیطانا چرا کفر کردن؟ به خاطر که یعلمون الناس السحر، سحر بر مردم یاد میدادن، جادو را یاد میدادن. اینجا فهمیده میشه که سحر کفر است. و رسول الله صلی الله علیه و صحابه میگه که جزای ساحر چی است؟ حد ساحر ضربتون بالسیف، گردنش میگه دی کشته شد. ساحر اگر پیش از که دولت گیرش کرد، حکومت توبه کرد، خوب. اگر حکومت گرفتش توبهش هم قبول نیست، کشته میشه. خرابیه که ساحر میکنه، ظلمی که آدم میکشه، تو کارا میکنه. زن از شوهر جدا، شوهر از زن، مادر از اولاد. یا کسی که خوش نداره یک دیگر، او را کتی از او جای کو، او را کتی از او جای کو. همین مولایی که میگی یکم تا میره پیش مولا فلانی را خواستیم، خواستگاری کردیم نداد، مولا صاحب چطور کنیم؟ باز میگم بیا که من یک تعویض میتمد، بفهمی که اونمو ساحر از جادوگره. با نام دختر پرسان میکنه، نامش چیست؟ نام مادرش. این مادر که پرسان کرد بفهمی که ساحر است. یک علامه شمی، بسیار علامات داره. مادرش که گفت چیست بفهمی که جادوگر است. یا میگه یک دانه مویش بیار، یک مویش کنده بیار، بفهمی که. یک کمک تکی لباسش ببر بیار، بفهمی که اوه ساحر. بازور اگر نکام میکنه به زور سحر میایه، اما این زندگی دوام نداره، بس این زندگی دوام کنه نمیتونه. کسی که ایمانش قوی باشه ترش تاثیر نمیکنه، ولی کسی که ایمانش ضعیف باشه تاثیر میکنه. من تو ساحر دیدیم که عملا بچشم، خب خود از یک طالب العلم بود، ملا بود، یاد گرفت سحر. گفت صرف یاد میگیرم. من گفتم نکن، گفت نه تعویضگری یکم اهداف نامشروع داشت. چرا یاد میگیری؟ گفتم من، گفت که والا یک کسی هست از خویشای ما همین سحر و این را یاد کرده، خودش بسیار قوارش خراب است، زنش بسیار زیباست، به زور سحر امورا نگاه کرده. من گفت یاد میکنم من قواریم خراب است، یک زن بسیار زیبا باید میگیرم. گفتم خب نکو، گفتم میکنم حرام است. نشدی پت رفت علمش خواند. با یک روز من گفت که تو بیا من یک کسی را تجربه کردیم، تو را خود نگفتم. و بچه تو بیدین شدی بخی. گفت سحرش کردیم. او دختر گفت در یک جای دیگه است، مثلا ای در او طرف مزار است، خب خانه شد عده مزار از کوتل خیرخانه اوست.
خانه از آدم در داناست. گفت دختر سیر کردیم امروز باید اینجا بیا. یک هفته گفتی کار جریان پیدا کرد. من گفت بیا بریم چطور است؟ رفتیم در مسجد بود و هم طالب بود. دیدیم که دختر اموجا 6 تا بودیم که رسید. حالا دختر میگه غیر از این دیگه هیچ کس نمیگیرم بیا بس. تو من دیدم که تو واه بسیار گفتم تو خراب شدی. دودی داده بود دودی گفت در روز هفتم دودی را که کردی خلاص خودش میاد. این تو سحر هم میکنه ولی عقیده کسی قوی باشه کم تاثیر میکنه. به اون درجه نمیتونه. کسی 5 وقت نماز بخونه اذکار صبح شام بکنه و دیگه احکام اسلام انجام بده هیچ. الحمدلله من تعریف نمیکنم خود مردم میگن سر من زیاد سیر کردن. خب همین نزدیکای ما دیگه شلا میگم چرا میخواستن که یک کار شوه. باز خودش گفت که سر تو بسیار سیر کردیم. پیش مولا رفتم گفت تاثیر نمیکرد. گفت مولا را گفتم خدا بیخته بکشه چند تا را تعویض دادی تاثیر کردی چرا نمیشه؟ میگم مولا گفت که والا سر یمی تاثیر نمیکنه. بچم چرا چی گفت؟ گفت چند بار جادو کردیم دودی زیر آوردیم زیر سرت ماندیم تعویض یا تاثیر نکرده. من گفتم من الله حفظ میکنه همین ذکر و همین چیزا الله حفظ کرده. رسول الله صلی الله علیه و سحر شده خود در حدیث بخاری است ولی زیاد تاثیر نکرده بود. رسول الله میگه که در خیالم یکم گپ میامد کم کم فکرش تغییر دادم. اگر او سحر بدگاه میکرد جا به جا میکشتش. خب سر رسول الله کمی فکرش تغییر دادم. کسی عقیدهش محکم باشه کم تاثیر داره ولی تاثیر داره باذن الله. اینجا میخوانید شما باذن الله. اقسام سحر است و چی است ما درباره سحر گپ زدیم به خیالم ثبتم شده در درسای سابقه است. خب علامات ساحرات چیست چند نوع سحر است اگر میخواستین اونو رو ببینید. باز چند نوع سحر است و جادوگر چطور است نشانیاش چی است. ولکن الشیاطین لیکن شیطانا چی کردن؟ و ما کفر سحر سلیمان کفر نکرد شیطانا کفر کردن. یعلمون الناس السحر بر مردم سحر یاد میداد. و ما انزل علی الملکین ببابل و هاروت و ماروت. و ما انزل اکثر مفسرین میگه که عطف است به بالای و ما تتلو الشیاطین ما موصول است نافیه نیست. و تبع تابعداری کردن آنچه که شیطانا میخواند در پادشاهی سلیمان علیه السلام. و تبع تابعداری کردن ما انزله آنچه که نازل شده بود به بالای 2 ملائکه در شهر بابل عراق هاروت و ماروت. نام یک هاروت بود نام دیگهش ماروت بود. خب این چی تابعداری کردن؟ مملکتش بابل میگه در زمین کوفه است. الله اینا را امتحانا روان کرده بود. اینا سحر و معجزه گرد خورد. الله 2 ملائکه روان کرد که به مردم نشان بده که اینی قسم کار سحر است این معجزه است که فرق کنند. ولی این مردم سحر یاد گرفتن. باز برشان میگفت این چیزا را یاد نگی اگه یاد بگیری باز کافر میشی ما امتحان هستیم. اینا میگفت نه او کار نمیکنم باش یاد بگیرم که یاد میگیرم میرفت اون کارم میکنم. مثل که مثلا یک کسی میگه که کسی 1 روپیه بده 2 روپیه بگیره سود است شاگرد بشنوه باز برم اون کار بکنه. میگه بیام این کار بکنم یا همینطور کردن. و ما انزل تابعداری کردن آن چیزی که نازل شده بود به بالای 2 ملائکه در شهر بابل کوفه عراق هاروت و ماروت را. و ما یعلمان بالاحد تعلیم نمیدادن امی 2 ملائکه بالاحد هیچ کسی از اینا را از امی یهودیا را حتی یقولا تا این که میگفتن و نصیحت میکردن. چی میگفتن؟ انما نحن فتنتون جزی نیست ما امتحان هستیم. نصیحتشان میکرد. خب ما امتحان هستیم فلا تکفر تو کافر نشی یعنی این سحر استعمال نکنی برای ضرر که کافر میشی به سبب ازی. کسی که یاد بگیره تا که ضرر از مردم دور بکند این خود نجات میافه. کسی که یاد بگیره که برای مردم ضرر برساند اگر سحر یاد میگیری این طور است بفهمی خدا نگاه کنی که کار نکنی و اینی سحر است خوب است به خاطر نجات. اگر نیکی کار میکنی باز خطرناک است. یا چی میکردن؟ فیتعلمون یاد میگرفتن منهما از این 2 دانه ما یفرقون به بین المرء و زوجه آنچه که جدایی میانه در بین شخص و خانمش یا شوهرش. از علم سحر تفریق بین الزوجین جدایی در بین زوجین این بسیار خطرناکش است. یا می کار میکردن.
در حدیث هم میگه شیطان تخت خدا میمونه، میگه برین بیاین نیروها بیان، کلا که میگه چی کار کردی یا خورترک دور ششته، میگه تو بیا چی کردی، میگه باش میگه کارک کردی، میگه من در بین خانم شوهر جدایی آوردم، میگه آها بعد از یک تاش پوشی میکنه یا چند تا مدال برش میده، میگه آفرین زن و شوهر جدا کردیم، میگه آ جدا شد. این بسیار گناه کلان است. خب حالا ببینید توسط سحر نه که با ما را انداخته میره، مادر اوسو میکشه و طفل ایسته، توسط بم مردم جدا میکنه. و ما هم بدارین. اینجا سوال پیدا میشه که سحر مستقل است، تاثیر داره؟ الله میگه نه، نبودن اینا ضرر رسانیده، استعمال سحر میکردن، هیچ کسی را ضرر نمیتونست برساند الا باذن الله، مگر آنچه که الله میخواد، الا اذا شاء الله، اگر الله میخواست میشد، نمیخواست نه. پس از این فهمیده میشه کسایی که اعتماد توکل به الله دارن سحر سرش تاثیر رو نمیکنه. و یتعلمون ما یضرهم ولا ینفعهم، یاد میکردن اینها چی به تعلم سحرشان؟ آنچه که ضرر میرسانید نفع نمیرسانید، یعنی توسط سحر اینا ضرر حاصل میکنن نه نفع. پس هر علمی که به ضرر انسان باشد دو منفعت نباشه و حرام است یاد گرفتنش. علمی را یاد بگی که یا فایده دنیا داره یا آخرت، اگر فایده ندارد یاد گرفتنش حرام است. یا امو بخش های سحر یاد میکرد که ضرر بود. فلسفه و میتوس، فلسفه هیچ فایده نداره غیر از ضرر. خب این مردم فلسفه را خوانده میره، ولی از اون یک علم تجربی است که یک کامپیوتر بسازی، یک کار کنی، موتور بسازی، هیچ اون تو خوانده برو فلانی تو کت، فلانی تو کت، این تو بسیار ضرر محض است، طلب همون ناجایز است. اکثریت علما میگن ناجایز است فلسفه خواندن، ولی ما نمیفهمیدیم، بسیار خواندیم، تا 4 سال عمر خود در فلسفه تیر کردیم. ما را میگفت کسی فلسفه را بخواند، سلم و قاضی و عبدالله و قطبی و چی را، این بسیار درجهش خوب عالم میشه. ما میخواندیم پسند دیدیم هیچ. اگر 3 سال کامپیوتر میخواندیم دیگه کارا علوم دنیایی را میخواندیم که مفید بود، بسیار با فایده ما بود. این وضع از اون بسیار چیزا را کارا را میکردیم، ولی چیزایی را یاد داد. از اون که زبان انگلیسی را یاد میگرفتیم بسیار خوب بود. خب از همین چی کردم بسیار گپا ده علم ده انگلیسی آمد، خب ولی نکردیم. ولقد علموا لمن اشتراه ما له فی الاخره من خلاق. میفهمید یهودیا میفهمیدن کسی کتاب الله را بانند سحر یاد میگیرند، لمن اشتراه، کسی که انتخاب کنه سحر کتاب الله را باند، ما له فی الاخره من خلاق، هیچ حصه در آخرت ندارد، حصه جنت، محروم است و در جهنم میره. الله میگه ولا بئس ما شروا، بد بود آن چیزی که اینا فروختن نفسای خدا را، سحر گرفتن، لو کانوا یعلمون، اگر برای از اینا علم می بود، ادراک می بود که آینده از این ضررش عاقبتش خراب است، یک فایده زورگذر است، یعنی علم خداست، اگر می حقیقت در قلب خدا جای می دادن عمل می کردن، یا سحر کار سحر نمی کردن، جادو را. ولو انهم آمنوا واتقوا، حال دعوت میتن اگر کسایی که سحر یاد گرفتن ایمان می آوردن به الله، از عذابش می ترسیدن، لمثوبة، حتمی ثوابی که الله به اینا میداد، جزایی که الله بر از اینا میتم من عند الله، از جانب الله، خیر، ای افضل بود، بهتر بود از اون چیزایی که سحر یاد کردن. لو کانوا یعلمون، کاش که اینا حقیقت ضرر سحر یاد میکردن و درک میکردن. پس سحر به نزد علما کفر است، عملش صرف در نفس یاد گرفتنش اختلاف است، بعضی میگه حرام است و بعضی میگه اگر به خاطر دفع ضرر باشد جایز است. ولی سحر، جادوگری کار یهودی ها بوده. الله ما شما را نجات بده.